جمال‌الدین نورعلیف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که ماه ایون سال 2022 از مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شده بود، اکنون با فرمان پرزیدنت از عضویت ریاست بانک ملی هم خارج کرده شده است. فرمان پرزیدنت تاجیکستان از 13 دکمبر سال 2022 تحت رقم 481 در معضل معلومات حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شد. در فرمان گفته می شود که معاون نوی رئیس بانک ملی شریفزاده فیروز حامدین و سلیمزاده علی جان به عضویت ریاست بانک ملی پذیرفته شده جمال‌الدین نورعلیف از هیئت ریاست خارج کرده شود. جمال‌الدین نورعلیف که از ماه می سال 2015 طی 7 سال معاون اول رئیس بانک ملی بود، در اول ماه ایون سال 2022 از این مقام برکنار کرده شد. در فرمان پرزیدنت گفته می شد که نورعلیف به سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان آزاد کرده شود، ولی با گذشت بیش از نیم سال تا حال درباره تعیین او به یگان منصب دیگر خبری نرسیده است. سر و صداهایی بود که شاید جمال‌الدین نورعلیف به جای نصرت‌الله دولتزاده رهبر نوی کمیته اندوز تعیین شده، با یکجا کردن کمیته اندوز و خدمات گمرک و باز چندین اداره به اصطلاح پولچینک در تاجیکستان دیگر باره وزارت درآمدها را احیا کند، ولی تا کنون این نقشه در سطح صحبت‌ها در راهرفت‌های حکومت باقی مانده به وقوع نپیوسته است. جمال‌الدین نورعلیف 45 سال داشته، داماد دوم پرزیدنت تاجیکستان و شوهر آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت است. او و آزاده رحمان 5 فرزند دارند. منابع گوناگون شرکت بزرگ IRS، محصول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق و هم بانک اسپیتامین بانک، یکی از بانک‌های در حال رشد با سرعت تاجیکستان را به جمال‌الدین نورعلیف ربط می‌دهند، ولی خود نورعلیف تا کنون یگان بار این را تصدیق نکرده است. در همین حال روز 27 دکمبر سال 2022 پرس تیجی از قبل هنرمند تئاتر لاهوتی اعظم روزک خبر داد که لطفالله دولتوف از وظیفه دیرکتور تئاتر اکادمی دراموی به نام عبدالقاسم لاهوتی برکنار و به جای او عبدالکریم مشرفوف تعیین گردیده است. لطفالله دولتزاده 20 دکمبر سال 1958 در نویه تیمورملک به دنیا آمده. سال 1979 دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. او سالهای طولانی در تئاتر لاهوتی همچون هنرپیشه کار کرده. سال 2004-2009 سرمحرر اداره موسیقی تلویزیونی تاجیکستان و سپس تا سال 2015 مدیر تلویزیون سفینه بود. از سال 2015 لطفالله دولتزاده دیرکتور تئاتر لاهوتی بود. لطفالله دولتزاده با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رشته قدوی دارد. همسر پسر کلانی پرزیدنت رستم امامعلی جیان این هنرپیشه شناخته است. عبدالکریم مشرفوف فرزند هنرمند و آوازخوان معروف عبادالله مشرف میباشد. او سال 1983 تولد شده. دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده را ختم کرده است. پس از ختم دانشکده در تئاتر لاهوتی فعالیت داشت.